جهتی سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر ترسونزاده کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه ادامه دارد. در قطار دیگر جماعت‌های دهاتی شهر ترسونزاده ساکنان دهه سیدعلی تبرفی جماعت دهاتی قرطاق نیز در محل زیست خویش کارهای آبادانی را جانب نمودند. استقامت کنندگان دهه مذکور از یک گریبانسر برآورده 1.5 کیلومتر راهی بین دهوی را اسفالت پوش نمودند. عین حال ساکنان کوشش دارند که راههای باقی مانده دهه را در آینده اسفالت پوش نمایند. کارهای آبادانی و سازندگی در دهه سیدعلی تبرف طریق حشری دست جمعانه راه اندازی می شود که در این کار خیر و ثواب پیر و برنا سهمی ارزنده می گذارند. اسفالت پوش نمودن راه دهه در پیروی به دستور هدایت‌های نیکبینانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان راه اندازی شده. ساکنان پیوسته به این کارهای آبادانی کمر می‌بندند. رئیس محله دهه سیدعلی تبرف جماعت دهاتی قرطاقی شهر ترسونزاده فرقت جان زیادلویف هینی صحبت گفت که چنین کارهای آبادانی و حشرهای دست جمعانه من بعد نیز در دهه ادامه می‌یابد. یک همین راههای دهه اسفالت پوش کنیم، یعنی که 1200 متر این ما اقدام گرفتیم. همه این جوانان دهه قشلاق هستند، همچون صاحب کارا هستند که سهمی خودشون گذران ساده در این حشر. انا نسبت دیگر دروازه‌های راه باشد ما سنگپوش فرمودیم، با اقدام گرفتیم که سالهای آینده همین راه با اسفالت پوش نماییم. همه این دستگیری همین خلق دهه ما می باشد که برای آبادی رشد جمهوری خودمان سهمگذار هستند. استقامت کنندگان دهه سیدعلی تبرف پیوسته در سمت وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی سهمی مؤثر می‌گذارند. محض از همین جاست که سالهای اخیر در مرکز دهه بنگاه طبی، نقطه‌های خدمت رسانی و جای برگزاری توی و مرکه‌ها بنیاد گردید. از سالهای اخیر در شهر ترسونزاده اسفالت پوشکنی راه‌ها با سرعت ادامه دارد. این سال اقدام گرفتیم که راه دهه را در مسافه 1.5 کیلومتر اسفالت پوش کنیم. این با مناسبت 33 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان می باشد و باز سال دیگر اقدام گرفتیم و هم دیگه که باقی مانده راههای همه دهه را که باز قریب همه قطر 1.5 کیلومتر می باشد منفرش کنیم. خیلی که من حاضر در این جایی که ما ایستادم می‌بینید میشوی بود. هر سال قریب در نتیجه باران‌های سیل‌شدت همین جایی رو سیلاب شسته می‌برد که باعث ناراحتی مردم می‌گشت. منم باز خیلی که دست من راه هموار و زیبا شد. این باعث خوشنودی تمام مردم دهه می‌باشد. از ساکنان مهنت دوست و آبادگر شهر ترسونزاده در تمام جماعت‌های دهات برای منفرش‌کنی راه‌های دهه‌ها کمر بسته مشکلات راه‌های تعمیر طلب را در سال‌های نزدیک به پرگی برطرف می‌نمایند.